عین زمان در تمام مملکت دعوت نوازکاران به خدمت به قسم‌های حربی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ادامه دارد با مقصد شناس گردیدن از رفت خدمت و شرایط بود و باش اسکران. اینچنین با مقصد آشنا نمودن نوازکاران از طلبات‌های امروزه قانونگذاری‌های جاری و آیین‌نامه حربی، مفتش کلان شعبه تفتیشاتی پروکراتوری حربی گارنیزون ولایت سوق کاپیتان عدلیه علیمیان رخشاد باتورجان در قسم حربی 05170 شهر پنجکین همراه کماندر قسم حربی ذکر گردیده کریمی فرقت حامدزاده با نوازکاران قسم حربی 05170 واخوری تویر نمود. در ملاقات با سربازان از جمله گفته شد که کارمندان پروکراتوری حربی ولایت سوق منتظم در بین هیئت شخصی اسکران قسم‌های حربی با مقصد بلند برداشتن سویه دانش حقوقی آنها و پیشگیری جنایتکاری در بینشان ملاقات را براه ماندند که این نتیجه دلخواه به بار آورده است. در چاره‌بینی با نوازکاران درباره صداقت به وطن و وظیفه و عهده‌داری‌های ایشان سخن رفته آیین‌نامه حربی به سربازان شناس کرده شد و اینچنین برای صیقل دادن دانش و برخوردار گردیدن اسکران و سربازان از خبرهای روز و در وقت خالگی به مطالعه روزنامه و مجله مشغول گردیدن آنها از جانب نمایندگان چند عدد روزنامه و ماهنامه ها در بین سربازان تقسیم کرده شد. من سرباز قتالی جبارزاده رفتارجان با خوش خودم به صف خودم سال جمهوری داخل شدم و عین حال در قسم حربی 05170 ادای خدمت کرده شدم. طول چه وقتی که من خدمت حربی کرده شدم، خدمت من بسیار مقبول شد. هر روز از احوال ما از مقامات گوناگون دولتی آمده خبر میگیرند و امروز خوشبختانه از پروکراتوری حربی گارنیزون سوق نمایندگان در احوال پرسی کرده شدند و گفتنیم که شرایط خدمت بسیار خوب است و در آخر از همه آن جوان مردانی که سن سالی و خدمتی دارند خواهش میکنم که بیان مرد و نوار ادای خدمت حربی کرده با سر بلند و نزد پدر و مادر خود برگردند و باید قطع کرده گذاشت که خدمت به وطن مادر این قرض کلاسیک هر یک شهروند میباشد. بیان قرض خود را ادا کنند. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.